بچه امروز دومین جلسه ای است که ما شروع کردیم این میتینگا رو و قراره که سر روز و ساعتش به توافق برسیم آخر این جلسه با هم دیگه که یک روز در هفته رو انتخاب بکنیم که ثابت داشته باشیم این جلسات رو. قبل از میتینگ ها من فایل سوال و فایل تکست همون جاوا اسکریپتی رو میفرستم توی کانال، یعنی مثلا از روز قبل سعی میکنم این کار بکنم که شما یه مطالعه داشته باشین خودتون بعد بیاین توی میتینگ. من جلسه رو میسپارم به تو میلاد. آره مرسی. از بچه ها کسی هست که ایده ای داشته باشه واسه حل سوال؟ کسی بررسی کرده فایل رو؟ چون که نمیخوام که چیز بشه فقط من حرف بزنم، قراره که از هم دیگه یاد بگیریم. میلاد میشه شیر شاید. بکنی صفحت و سوالارم آره. بیاری؟ آره یه لحظه شیر بکن. دارین صفحه منو؟ بله داریم. خب واسه کسایی که منو نمیشناسن، من میلادم، فرانتن کار میکنم و همه لینک هایی که اگه میخواین کم اطلاعات بیشتر در موردم بدونین توی miladsal.de هست، میتونین یه چکی بکنین اونجا. و بریم سراغ سوال find max number. گفته که write a function called find max number that takes in an array of numbers and returns the largest number in the array. گفته که تابعی بنویسیم به اسم find max number که آرایی از اعداد رو میگیره و قراره که بزرگترین المان آرایه، همون عدد بزرگترین رو واسمون برگردیم. اینم سیگنیچر فانکشن هست، یعنی returns the largest number in the array. پارامتر فقط یه دونه آرایه میگیره که آرایی از اعداده و یه دونه نامبر قراره واسمون که اون بزرگترین نامبر داخل آرایه هست بهمون برگرده. خب اینم مثال هاشه. مثلا فرض کنیم find max number آرایه 1 2 1 3 2 4 رو بهش میدیم و باید 4 رو بهمون برگردیم. یا مثلا آرایه 10 تا 1 که قراره 10 رو بهمون برگردیم. و اگر هم و میتونه اعداد منفی هم باشه، مثلا منفی 1 9 0 و منفی 10 که بزرگترین عدد داخل آرایه 9 هست. خب اینجا یه هینتی نوشتم، یه کمکی هست، میتونید ازش ایده بگیرید. واسه یه حل این سوال یه دونه توی ماژول ماس یه دونه فانکشن چیز داریم، یعنی متد بیلتین داریم واسه حلش. هم اونا قراره بررسی بکنیم، هم یه دونه قراره با فوردو حلش بکنیم. کسی ایده ای داره که چطوری قراره پیش بره تا اینجای کار از بچه‌ها؟ خوشحال میشم اگه میکروفونتون رو باز بکنید. به نظر من که سوال پیچیده‌ای نیست. میتونیم یه مکس داشته باشیم بیرون از فور لوپ، توی فور لوپ هر دفعه آپدیتش کنیم و مقایسه کنیم ببینیم کارنت آیتم بزرگتر از اون هست یا نه. اگه بزرگتر بود که میریزیمش داخلش، اگه نبود همون قبلی میریم. درسته. واسه یه بیلتین چطور، بیلتین متد چطور تا حالا ازش استفاده کردین؟ آره بیلت اینش که خیلی ساده بود. یادم یه کالبک میگرفت که اگه بخوایم مکس رو حساب کنیم فکر میکنم باید بریزیمش توی اری که هست. میتونیم سورتش کنیم. A منهای B فکر کنم میشد بزرگتر و بزرگتری میره آخر. دات ات منهای 1 رو میتونی بگیری یا براکت نوتیشن منهای 1 آخرینش. درسته. اونم یه روششه ولی از اون ساده تر هم هست.
که اونم قراره بررسی بکنه. مستاد مکس منظورت؟ آره از اون. آره. خب واسه یه سولوشن اول که با فور لوپه، فرض بکنیم که این آرایمونه و 4 تا المان داره، 1 3 2 4. خب قراره که پیمایش بکنیم روی المان های این آرایه تا بتونیم ماکسیموم نامبر رو به دست بیاریم. به چه صورت؟ یه دونه وریبل در نظر میگیریم بیرون از فور لوپ، خب که تمپ مکس نامبرمون، اونی که در حال حاضر تمپروریه، یعنی هنوز به آخر آرایی نرسیدیم ولی در حال حاضر وسط آرایی مثلا المان 5 هستیم، تا اونجای کار مثلا مکس نامبر این بوده. خب واسه اینکه ترک بکنیم و ریکورد بکنیم و بعدش میریم دنبال فور لوپ ایتریشن، یعنی هی روی آرای پیمایش میکنیم با فور لوپ. واسه این کار خب یه دونه مکس نام در نظر میگیریم، خب که در اولین مرحله اینیشال ولیوی اولش خب المان اول آرایمون، خب از اینجا شروع میشه. پیشفرض اینو میگیریم که این بزرگترین مقدار داخل المان‌های آرایه هست. پس تا اینجای کار value of max num یعنی مقدار بزرگترین عدد مساوی است با 1 تا اینجای کار در اولین مرحله. توی دومین مرحله ایتریشن رو با فور لوپ شروع میکنیم، یعنی الان روی دومین المان آرایه هستیم، مقدارش 3 است، ولی از مرحله قبل مکس ناممون مساوی 1 است. قراره بررسی بکنیم که یعنی مقایسه بکنیم اگر مقدار 3 از مکس نام قبلی بزرگتر بود، خب مقدار 3 رو به عنوان مکس نام جدید در نظر میگیریم که اینجا هست. خب درسته، قبلی 1 بود الان 3 هست، پس مکس نام جدید الان 3 هست. میریم یه مرحله جلوتر، میرسیم به المان بعدی یعنی 2. خب مکس ناممون تو مرحله قبلی آخرین مقداری که بهش دادیم 3 بوده. خب الان قراره با مقدار جدید آرایه که 2 هست مقایسه بشه، اما 3 از 2 بزرگتره، یعنی این شرطمون اینجا برقرار نیست و مکس نام همون 3 میمونه، عوض نمیشه. میریم یه مرحله جلوتر، یعنی پیمایش جلوتر، میرسیم به آخرین المان آرایه یعنی 4. خب مکس ناممون تو مرحله دوم از مرحله دوم بعد تغییری نکرده، همون 3 مونده. درسته؟ حالا میام با 4 مقایسه میکنیم، آیا 4 از مکس نامی که مقدارش 3 هست بزرگتره؟ بعد از مکس نام مساوی است با 4 و پیمایش آرایی تموم میشه و جواب همون 4 هست. حالا بریم داخل IDE و به صورت کد بررسیش بکنیم. صفحه منو دارین؟ بله داریم. بله. خب تا اینجای کار سوالی هست؟ من چت رو نگاه بکنم. میلا چیزی بود من میگم بهت. اوکی، من چون که اسکرین شیرم روی آره. آیدی هست اون. آره. مرسی. آره. خب find max number 3 تا فانکشن تعریف کردیم، ورژن 1، ورژن 2 و ورژن 3 و اکسپورت گرفتیم، ماژول دات اکسپورت، که بتونیم داخل این تست فایلی که قبلا نوشتیم واسه 3 تا فانکشنمون تستای آسونی هم هستن، یعنی مثلا 1 2 3 4 قراره که 4 رو بهمون برگردونه، یا مثلا -1 -2 -3 -4 قراره که -1 رو بهمون برگردونه. واسه هر 3 تا فانکشن هم تستا مشابه. بریم سراغ پیاده سازیشون. اولین پیاده سازی همون بیلتین فانکشنه، بیلتین متدیه که داخل ماژول مز هست. به این صورته که میتونیم ریترن بکنیم خب مز
دات مکس. خب ولی این خود آرایه رو نمیگیره، باید ولیو ها رو واسش باز بکنیم و بهش پاس بدیم همش رو با هم، یعنی اسپریت آپریتور میخواد array of nums. یعنی اینجا پارامتر ورودیمون آرایی از اعداده، خب که توی صورت مسئله بود. وقتی میخوایم به mass.max پاسش بدیم قراره که با اسپریت آپریتور اون آرایه رو باز بکنیم و ولیو هاشو همشو با هم بریزیم داخلش. واسه همین از این سینتکس استفاده میکنیم. این اولین روششه. بریم یه تست بگیریم. خب find max number tests و اولی. خب تست ها همشون پس شدن، یعنی find max number v1 واسه یه پارامترهای 1 2 3 4 is equal to 4. صفحه منو میبینین یا اینجا یکم کوچیکه؟ بزنم بزرگتر میشه. یکم بزرگترش بکنیم بهتر. فکر نکنم اینجاشو بشه جت چیزو. من میبینم، من مشکل ندارم. اوکیه. آره. شرط اینه که اینا پاس بشن دیگه، زیاد ولیوشون مهم نیست چون که آره. ولیوش این طرف آره. مشخصه. خب این از فانکشن اوله، یعنی math.max array of nums با اسپریت آپریتور مقدارش رو میریزیم داخلش. و اما پیاده‌سازی دوم، این همون پیاده‌سازی که داخل همون اسلاید بهتون گفتم. یعنی ما یه دونه وریبل مکس نام داریم، خب که مقدار پیش‌فرضش array of nums 0، یعنی مقدار المان اول به صورت پیش‌فرض. خب بعد یه دونه فور لوپ می‌نویسیم let i مساویس با 1. چرا 1؟ چرا از 1 شروع میشه؟ چون که المان اولش رو اینجا استفاده کردیم، دیگه نمیخوایم که دوباره کاری با خودش مقایسش بکنیم، اینجا آلردی هست. و i کوچکتر از array of nums dot length. خب و هر بار یه دونه i رو بیشتر. درسته تا اینجا؟ حالا بحث همون مقایسه المان ها با مکس نام قبلی پیش میاد اینجا داخل فور لوپ توی پیمای همون روی آرایی. یعنی میگیم که اگر مکس ناممون کوچکتر از array of num و ایندکس i که الان 1 هست و قراره هی پیمایش بکنه و زیادتر بشه، یعنی پیش بره روی آرایه، اگر array of nums مقدارش بزرگتر از مکس نام قبلی بود، مقدار مکس نام رو با array of num i آپدیت کن. یعنی اینو بریز روی اینو آپدیتش بکن. مثلا 1 بوده الان 2 هست، 2 بزرگتر از 1، پس مکس نام قبلی میره و مقدار جدید اون 2 میشه. و در آخر ریترن کن مکس نام. خب تا اینجا کسی سوالی داره؟ یه جایش مثلا نفهمیده باشه که چطوری نوشتیم؟ نیست؟ خب میریم جلوتر، بریم یه تست بگیریم ازش. خب تست دوممون که واسه فانکشن دوممونه، این هم پس شد. به ازای 1 2 3 4 رو برمیگردونه، به ازای -1 -2 -3 -4 -1 رو برمیگردونه و به ازای یه آرایی که همه الماناش مساوی هستن، یعنی همشون 1 هستن، همون 1 رو برمیگرد. پیاده‌سازی دوممون که با فور اورجینال بود یا همون ایندکس دار بود، میتونیم با فور آف هم بنویسیم. مثلا به این صورت. واسه اینکه با فور آف بنویسیم
مقدار پیشفرض یعنی اینیشال ولیوی مکس ناممون باید کوچکترین عدد تعریف شده داخل جاوا اسکریپت باشه. اینطوری نیست که مثلا بگیم که منفی 10 میلیون کوچکترین عدده. واسه اینکه اونو تعریف بکنیم یه متد که نمیشه گفت، یه پراپرتی هست توی ماژول نامبر let max num مساوی است با number dot negative infinity. خب این نگاتیو اینفینیتی با هر عدد کوچیکی، هر عدد منفی که در نظر بگیریم اگه مقایسه بشه این از اون کوچیک‌تره. خب و بهترین مورد واسه کار ماست. بعد با for off خب می‌نویسیم که المان آرایه اشتباهی اینجاست، باید طرفنام باشه. خب همون شرطه، اگر مکس ناممون const let or of مکس نام نوشتم اینجا. مکس ناممون کوچکتر از اعراف نام که نه المان، چون که اینجا هر سری یه دونه المان رو بدون که به ایندکسش نگاه بکنیم فقط پیمایش میکنیم و میریم جلو. اگر المان حال حاضر آرایمون بزرگتر از مکس نامبرمون باشه، مقدار مکس نامبر باید با المانمون آپدیت بشه و در آخر هم ریتر میکنیم مکس نامبر. خب بریم ببینیم درست نوشتیم یا نه. خب اینم درست. کسی سوالی در مورد پیاده‌سازی سوم داره؟ اگه سوالی هست، ابهامی هست، صدف یه آپدیتی بهم بده. چیزی نیست؟ نه میلاد چیزی نیست. خب خدا رو شکر. آخه سوال یکم سوال ساده ایه. آره. اصلا ولی من مشکلی پیش نمیاد. نگاتیو اینفینیتی رو نمیدونستم، اینو یاد گرفتم. اصلا خیلی ندیده هم عالی. بودمش. یه دونه پازیتیو اینفینیتی هم هست، اگه بخوایم مینیمم نامبر رو به دست بیاریم اونم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی بزرگتر از دیگه عدد نیست. یه سناریو مشابهیه. آره الان زدم تو گوگل این موزیلاشو دارم نگاه میکنم. مرسی. فقط میلاد یه چیزی، من برام مثلا ممکنه سوال شده باشه که تستا رو چجور نوشته باشی، یه توضیح ریزی هم راجع به اون بدی خیلی خوب میشه. آره تستا یعنی همون دیسکرایب و چیز میگه بلاک‌های آره دیسکرایب. آره خب تستامون با جست نوشته شده، هم با جست می‌نویسیم هم اجرا می‌کنیم. خب پکیج npm یه بلاک describe داره اینجا، خب که به عنوان آرگومان اولش یه دونه استرینگی میگیره که به عنوان توضیحات اون بلاک describe، یعنی اون داخل بلاک در مورد چیه، اون تستا در مورد چیه. مثلا من نوشتم که find max number ورژن 1 تستاش، خب داخل این describe این بلاک کد. خب واسه describe دوم همون با ورژن 2، یا مثلا واسه describe سوم همون کار با ورژن 3. درسته؟ بعد به عنوان آرگومان دوم یه دونه کال بک فانکشن میگیره، شروعش اینجاست و آخرش هم اینجاست.
درسته؟ ما اینجا میخوایم که چند تا آرگومان رو، چند تا پارامتر ورودی رو همزمان با هم تست بکنیم. به جای اینکه تست های مختلفی بنویسیم، مثلا 3 تا آرگومان ورودی داریم میخوایم بدیم به تستمون، نمیخوایم 3 تا تست مجزا بنویسیم. یه مدلی هست که اسمش اینه، یا ایت خب یا تست. اینا توی لایبرری جست تقریبا مترادف همن. یا اینجا تست می‌نویسن خب یا ایت می‌نویسن. خب ما اینجا ایت نوشتیم. دات ایچ یه فانکشنیه داخل جست که به ما اجازه میده آرگومان‌های مختلفی رو خب یه جا توی یه فانکشن تست بکنیم. به جای اینکه چند تا مثلا expect بنویسیم، چند تا اینو تکرار بکنیم، خب یه لیستی از آبجکت ها به ایچ میدیم، همونجوری که اینجا میبینیم یه لیستی، خب یه آرایی از آبجکت ها. درسته؟ این آرایی آبجکت ها داخلش پارامترهای ورودی و ریترن ولیو اون فانکشنی که قراره پایین تر تست بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فانکشن ما find max number v1 خب یه دونه array of num میگیره. درسته؟ پارامتر اینجا ما بهش مقدار آرایی 1 2 3 4 رو دادیم و انتظار داریم expected که 4 رو بهمون برگرد. دوباره به عنوان array of nums تو مرحله بعدی به جای اینکه دوباره این تست بنویسی، خب فقط داخل اون آرایه اون آبجکت هایی که قراره به عنوان ورودی پاس داده بشن اونا رو اضافه میکنیم. دیگه دوباره کاری نمیکنیم. این دفعه جست قراره که این مقدار رو به فانکشنمون پاس بده و منتظره که -1 رو فانکشن برگردونه که تست پس بشه. درسته؟ نوبت بعدی نوبت این آرایی است. به عنوان ورودی میره تا جایی که آره این بلاک این چیز چی میگن کال بک فانکشن که تست اصلی، یعنی بلاک تست اصلیه، اینو هی چیز کنیم، دوباره نویسی بکنیم. خب داخل آرایی ایچ فقط بهش پارامتری میدیم، اون خودش میره هی اونو اجرا میکنه، بهش پاس میده ببینه که درست هست نتایج یا نه. هر کدوم که فیل بشه کل تست فیل میشه، یا اونو به اون نشون میده که کدوم قسمت همش که فیل میشه، هر کدوم که فیل شده به اون نشون میده. الان جلوتر یه دونه تست رو فیل میکنیم، بچه‌ها میبینن. یعنی اکسپکتدش رو برمیداری یا یه چیز دیگه میذاری؟ نه، اینو کامنتش رو برمیدارم، تست فیل میشه. آره. بعد ایچ خب دوباره یه دونه پرانتز داریم. خب این سینتکسشه. خود این پرانتز به عنوان ورودی 2 تا چیز میگیره. اولیش استرینگه. استرینگ هم اینجوریه، مثلا find max number اینو مینویسه، $sign که میذاریم خب بعدش هر چی باشه، ببینید من نوشتم array of nums. درسته؟ این array of nums اگه اینجا باشه میره چک میکنه. خب توی لاگ‌های تست موقعی که دارن اجرا میشن انگار چیز دیگه، تمپلت لیترال جاوا اسکریپت، ولی یه سینتکس دیگه اون کرلی برکت نداره. این مقدار با این تو هر مرحله جایگذاری میشه که برنامه‌نویس بدونه که واسه چه پارامتر ورودی و چه خروجی اینجا هست. من اینو نوشتم، این قسمت تغییر نمیکنه، is equal to تغییر نمیکنه، ولی بعدش یه $sign expected داریم اینجا. درسته؟ این expected تو هر مرحله با این expected مقدارش جایگذاری میشه. یعنی یه لاگ بهتریه واسه برنامه‌نویس که بدونه که تستا با چه ورودی چه خروجی دادن. همین پارانتز به عنوان آرگومان دوم یه دونه کالبک میگیره. کالبکی که میگیره همون تست فانکشن اون بلاک تست اصلی مونه که کالبک خودش
یه دونه آبجکت میگیره. خب آبجکت ها داخلشون کیشون همنام با اسم اینجا هست. یعنی من اری آف نام که اینجا نوشتم باید بنویسم چون که پایین‌تر قراره استفاده کنم. اکسپکت هم به همین صورت. درسته؟ خب خود کیورد اکسپکت مال چیزه، خود جسته. خب اکسپکت می‌نویسیم، خب بعدش فانکشنمون رو داخلش فراخوانی میکنیم. درسته؟ فایند مکس نامبر v1 بعد ورودی رو بهش میدیم که همون اری آف نامز اینجاست. چون که قرار مقدار بهمون برگردونه، یعنی پریمیتیو دیتا تایپ مثل استرینگ، بولیان یا نامبر که اینجا نامبره، اسرشنی که بهش میدیم تو بی هست. تو بی پریمیتیو ولیو ها رو بررسی میکنه و نان پریمیتیو ها چیه رو بررسی میکنه؟ is equal. اگه یعنی اگه فانکشن و آبجکت و اینا بود، آره اگه آبجکت برگردونه یا مثلا اگه آرای برگردونه رفرنس تایپ باشه، خب تو بی ایرور میده حتی اگه مقدارش درست باشه. ایوه. پس پریمیتیو تو بی، نان پریمیتیو is equal. آره is equal. اوکی. تستای پایینم به همین صورته، همشون یکیه، فقط لاگاشون فرق داره. میخواستم که لاگاشو ببینیم وگرنه یه کافیه. آره فهمیدم. آره اگه سوال دیگه در مورد تستا هست من بازم. مرسی، دستت درد نکنه. من خیلی تست کم نوشتم تا حالا، گفتم بپرسم ازت اینو تشکر. کسایی که پایتون کار کردن قبلا it.each معادل توی تستای پایتون یه مفهومی داریم به اسم پارامترایز. معادل همون ولی اسمش اینجا عوض شده ولی همون کار میکنه. فانکشن ثابته، تست فانکشن مقادیر هی تغییر میکنن، روش اعمال میشن که کدوم فعل میشه کدوم پس میشه. دست درد نکنه، مرسی بابت توضیحاتت. و اما بریم آره یه مسئله هست اینجا، اونم اینه که ما ورژن 1 رو نوشتیم اینجا ولی همینجوری قل و بلبل نیست. درسته؟ این فانکشنه مقیاس پذیر نیست، یعنی نمیتونه توی آرایه هایی با حجم بالا یعنی با لنت بالا دووم بیاره. مثلا فرض بکنین که یه آرایه‌ای دارید اسمش مسیو اریه. خب 1,000,000 تا المان داره، همه الماناش هم مقدارش 10. درسته؟ این تیکه کدو اگه کسی نمیفهمه متوجه نمیشه من توضیح بدم که چطوری کار میکنه. یه نگاهی بکنیم بهش، اگه موردی هست من توضیح بدم. خب به نظرم توضیح بدم. توضیح بدم؟ آره. خب ما چند مدل میتونیم آرای درست بکنیم یه درسته؟ آره. یا با کلید خب یا با همین چیز دیگه آرای خودمون. آره خدا آره. آرایه یه دونه متد داره به اسم فرا. خب که 2 تا پارامتر ورودی داره. یکیش یه دونه آبجکت آپشنه که آپشن هایی که میخوایم روی آرایه که قراره ساخته بشه اعمال بکنیم داخلش می‌نویسیم. مثلا من اینجا ست کردم که لنگتش قراره که 1,000,000 تا باشه. درسته؟ خب بعدم یه دونه کال بک فانکشن میگیره برای اینکه ما آزادی عمل داشته باشیم که با اون کال بک فانکشنه بتونیم مقادیر داخل آرایه رو جنریت بکنیم. مثلا یه فانکشنی نوشتیم که هر بار یه دونه به مثلا ایندکس آرایه رو در نظر میگیره. خب هر بار که میخواد جنریت بکنه یه دونه به ایندکس اضافه میکنه. خروجی میشه یه آرایی که از 1 شروع میشه، مثلا 2 3 4 تا هر چقدر که لنگتش هست تا اونجا پیش میره. درسته؟
ولی ما چون که میخوام یه آرایی داشته باشیم اینجا که همه المان‌هاش 10 هست، خب کال بک فانکشن رو بدون هیچ پارامتر ورودی اینجا تعریف کردیم، به عنوان ریترن ولیو فقط 10 گذاشتیم. یعنی هر بار که میخواد جنریت بکنه، خب آها 10 داخل آرای اون ایندکسش میشینه. آها خب خروجی میشه یه آرایی که 1,000,000 المان داره، خب و همه المان‌هاش هم مقدارش 10، مهم. همشون تکراریه 10. مهم. مهم. آره این تیکه کد کارش اینه. مرسی فرار. مهم. آره، چیز خاصی نیست. ولی میخوام از این استفاده بکنیم، خب و این math.max رو یه فشاری روش بیاریم ببینیم که جواب میده یا نه روی 1,000,000. آره. خب من اینجا توی فایل تستمون اینو آن کامنت میکنم، یعنی array of نامو این بار مسیب array میذارم مقدارش که این بالایی هست. خب آخرش هم باید 10 بهمون برگردونه دیگه، چیز خاصی نیست. خب یه تست بگیریم. خب 3 تا اولیا که پس شد، داره رو 4 میکار میکنه. خب فیل شد. میگه کال استک سایز، نمیتونم ببینم بقیه چی؟ استک پر شد؟ آره استک پر شد. مهم. خب یعنی چیز چرا کرد استک دیگه، پر کرش شد؟ کرد دیگه نه؟ آره دیگه. لیک شد اصلا فکر کنم. میدونی چرا؟ چرا؟ دلیلش اینه که math.max توی اون فایلی که خودش اونجا پیاده سازی شده داخل جاوا اسکریپت، خب لایبرریش به صورت ریکرسیو کار میکنه، بازگشتی کار میکنه. خب خب اگر متدهای اون الگوریتم‌های بازگشتی اگر از یه حدی خودشون رو صدا بزنن، خودش رو داخل خودش کال بکنه، کال استک سایز اکسید میشه، رنج ایرور میده، میگه که مکسیموم کال استک سایز اکسید شده. آها خب درسته؟ جالبه. آره آره. خب اینو چطوری حلش بکنیم، فیکسش بکنیم؟ چون ما میخوایم که اون 1,000,000 تا عدد رو بهش بدیم ولی نمیخوایم که فیل بشه. با همین مکس باید حلش بکنیم. آره اون مکسه هست. خب آها. این قسمت یه چیزی باید بنویسی که من نمیدونم. جواب بهمون بده. از بچه‌ها کسی هست که ایده‌ای داشته باشه؟ یکم میکروفونا رو باز بکنیم صداتون رو بشنویم. سلام. سلام. فکر کنم بشه که میاد من رو برای بیرون. من صداتون رو صدات خیلی ندارم. بد میاد. خیلی بد میاد. الان اوکیه؟ آره آره الان خوب. فکر کنم اگه بشه اون اره و هر دفعه‌ای که چک میکنه از اون، یعنی اون آیتمش رو از توی اون اره بکشیم بیرون. حالا نمیدونم. یکم بیشتر توضیح میدی که چطوری قراره این کار انجام بشه؟ چون که ما میخوایم ببین این آرایمون خب array of none که اون 1,000,000 المان داخلش هست، خب اون قراره پاس داده بشه، درسته؟ این وسط یه بلایی باید سر این آرایه بیاریم، خب بعدن همین کارو بعد اینکه آرایمون چینج شد، خب آپدیت شد، اون آپدیت شده رو بهش پاس بدیم، ولی با شرط اینکه فیل نشه. سناریو این نمیدونم بس. نمیدونی. میلاد خودت بگو، من سرچ کردم هم نفهمیدم، پیدا نکردم. صدای کیبوردت میومد، دیدم آره. داری سرعتی داری میزنی که
تو این فانکشن میتونیم از ست ها استفاده بکنیم، از دیتا استراکچر ست. آها. ست چیکار میکنه؟ میاد دوپلیکیت ها رو حذف میکنه. از آرایه راست میگی. حذف میکنه. درسته؟ خب فرض بکنیم که مثلا دوپلیکیتس آخه حذف کنه اینکه کل آرایه هر 10 میلیون تا رکوردش 10، همه اون 10 ها رو حذف میکنه یا 10 میمونه؟ خب دهایی که هستن قبل حذف کاری واسمون انجام میدن به جز اینکه پاپیجمون بشن. خب شاید اون 10 میلیون تا رکورد رو ما نخواستیم توش 10 بذاریم، اون موقع چی؟ آخه ما خود چیزو که هست نمی کنیم، دیتاه. خب فرض بکنید که اینجا ما داخل یه وریبل گذاشتیم. آها اوکی. اینجا ما داخل یه وریبل گذاشتیم، اونو پاس میدیم. داخل خود فانکشن ببین یه دونه من نود دوپلیکیتس نوشتم، میبینی؟ خب اونی که اون آرایی که چنج شده، اون 10 میلیون تایی که تبدیل به یه دونه شده، خب اینجا داخل نود دوپلیکیتس به صورت موقت میمونه، پایینتر پردازش میشه، بعدش حذف میشه. خب اگه فانکشنال پروگرامینگ هم از منظر فانکشنال پروگرامینگ هم بهش نگاه بکنیم، ما خود ولیو رو که عوض نمی‌کنیم. آره. دستکاری نمی‌کنیم. نه. اوکی. خب واسه اینکه یه دونه ست بسازیم از کیورد ست استفاده می‌کنیم، array of nums رو بهش میدیم. ولی این بهمون ست برمیگردونه. ما پایینتر آرایه می‌خواستیم. درسته؟ واسه اینکه ست رو به آرایه تبدیل بکنیم، سر تایش یه دونه براکت میذاریم و با اسپرد آپریتور بعدی که ست ساخته شد دوباره تبدیل به یه دونه آرایه میشه. خود ست خروجیش چیه؟ یه دونه ست دیگه. ابتدای خاص خودشو داره. آره. بعداً به جای array of nums قراره که دوپلیکیتس رو بهش پاس بدیم. این روش خودش هم تایم میگیره. خب اینطوری نیست که یه چیز خارق‌العاده‌ای باشه که بگیم مثلا آره سریع نیست، ولی اون فیله رو جلوشو میگیره. اگر نه چی میگن اپتیمایز نیست. ولی خود نمی‌تونه تست فیل بشه. خب میشه یه بار بگیم که دقیقاً چی شد؟ من اینو متوجه نشدم. الان ست دقیقاً داره چی کار میکنه؟ ببین ست داخل جاوا اسکریپت یه دیتا استراکچره. خب بله. که کارش اینه دیتا تایپ ایتریبل میگیره مثل آرایه. خب المانهاشو نگاه میکنه، اونایی که تکراریان حذف میشن فقط منحصر به فردا میمونه. درسته. یعنی 1 2 3 4 1 میشه 1 2 3 4. هر المان چیزی تکراری داخلش حذف میشه. کارش آره. واسه اینکه این واسه الان مثلا اگر حالا اون اریمون همش تکراری نباشه، این بازم جوابگوه، یعنی باز میشه که فیل نشه یا چی؟ اونجا دیگه کاربردی نداره که. این واسه یه مواردیه که داخل آرایمون چیزه دوپلیکیت داریم، تکراری داریم. اگه تکراری نباشه همون برمیگرده، یعنی کاری با آرایم نداره. مکس کار میکنه اینجا یا نه؟ یعنی اگر تکراری نباشه آره کار میکنه. درست. خیلی هم خواهش می‌کنم یه تست بگیریم ببینیم چطوریه. امیدوارم که فیل نشه. ببین باره طول میکشه، همون طول میکشه خب، ولی تستمون فیل نمیشه. ببین دلیل اینه که اینجا لاگ ننداخته چون که مقدار آرایمون بزرگه و اینجا جا نمیشه، همین خاطر اینجا لاگ ننوشته و یعنی تیکش هست. درسته؟ اینم از مسیو اریمون.
سوالی در مورد پیاده سازی ها تا اینجای کار؟ من سوالی ندارم، مرسی. بچه من 3 تا داکیومنتش رو فرستادم توی مسیجا بهتون، اگه خواستین مطالعه کنین. WT اسکول هست. داخل پرانتزم بگم یه دیتا استراکچر دیگه ای هم هست به اسم مپ، فکر کنم اشتباه نکنم. فکر کنم ویک مپ رو میگی ها؟ نه، مپ خود من؟ یه سرچ. آها. آره بیا یه سرچی بکنین، VPN روشن نمیاد. آره فکر کنم مپ، اگه اشتباه نکنم. مپ همون یه سابستی از چیز آبجکته که فیچری که داره، یکی از فیچراش اینه که توی آبجکت ها ما دیتا تایپ کی هامون همشون استرینگه، ولی اینجا میتونیم هر معنی بهش بدیم، حتی فانکشن هم میتونیم بهش بدیم، یا حتی یه آرایه یه آبجکت دیگه هم بهش بدیم. از اون نظر دستمون بازتره. بعضی از مسئله ها با مپ بهتر حل میشن تا اینکه آبجکت. خب مسئله اول رو فایند مکس نامبر V1 رو چیز کردیم. فایند مکس نامبر 2 و 3 هم که جای خود دارد. همه در مورد چیز تایم کامپلکسیتی و اسپیس کامپلکسیتی کسی نظری داره در مورد این سه تا پیاده سازی؟ نظری ندارم من. اطلاعی ندارم. ولی اکثرا همه اینا چیزن دیگه، لوگاریتم n فکر کنم، نه؟ اکثر لوگاریتم؟ نه او n او n نظری ندارم، ولی خب حسم اینو میگه. خب در مورد مسئله اول اسپیس کامپلکسیتیش، خب در بدترین حالت که همون او اینه، چون که ما وقتی که میخوایم اکثرا توی مصاحبه ها بدترین حالت رو در نظر میگیرن، یعنی او آف اینو، یعنی بیگ او رو در نظر میگیرن اگه بخوام بهتر بگیرم. خب ما اینجا نو دوپلیکیتس داریم، درسته؟ خب یه آرایی بهش اومده داخل ست، خب بعداً آخرش تبدیل به یه دونه آرایه شده. در بهترین حالت اسپیس کامپلکسیتیش 1 هست، چون که مثلا ما 10 تا المان داشتیم، همشون تکراری بودن، آخرش یه دونه آرایه یه دونه المانی میمونه واسمون. خب ولی در بدترین حالت اینه که هیچ کدوم از المان هامون تکراری نباشن، یعنی همون آرایی که به تابع پاس داده شده همون نو دوپلیکیتسه، درسته؟ در این حالت اسپیس کامپلکسیتی مون او آف n، یعنی به اندازه المان های داخل آرایه ما داریم اونو توی رم یه جایی ذخیره میکنیم که بعداً اینجا استفاده میکنیم. اسپیس کامپلکسیتیش اینجوریه. خب ولی به عنوان تایم کامپلکسیتی اینو نمیتونم نظر بدم، چون که یه تابعیه که داخل متن نوشته شده و نمیدونم که چطوری پیاده سازی شده، ولی احتمال میدم چون که ریکرسیو کار میکنه احتمالاً یه چیزی تو مایه های لوگاریتم n یا لوگاریتم n log n یا همچین چیزی باید باشه، چون که خطی کار نمیکنه، ریکرسیو. درست؟ خب تابع دوممون V2 یه آرایی بهش میدیم، خب یه دونه متغیر اینجا گذاشتیم که ترک بکنه مکس نامبرمونو و یه فور لوپی روی آرایمون داره هی پیمایش میکنه.
چون که داره خطی پیمایش میکنه، خب هر بار یکی از المان‌های آرایمونو، تایم کامپلکسیتیش O of n، درسته؟ ولی اینجا ما خود آرایه رو، کل آرایه ورودی رو داخل متغیرمون نگه نمیداریم، همیشه یکی از المان‌هاشه. اینجا مثلا صفر، ایندکس صفرمه، بعداً شاید میتونه مثلا ایندکس آیون باشه، درسته؟ فقط یه مقدار عددی، یه نامبره. پس اسپیس کامپلکسیتیش اینجا O of 1، O 1. تا اینجا درست؟ خب و اما سومی که همون دومیه و فقط به جای فور اصلی از فوراف استفاده کردیم، چیز اصلی نیست، همون یه دونه مقدار همیشه نگه داشته میشه، اسپیس کامپلکسیتیش O of 1 و چون که روی همه المان ها داره پیمایش میکنه O of n تایم کامپلکسیتیش. اگه بازم جایشو نفهمیدین یا متوجه نشدین هر چیزی، من باز دوباره توضیح بدم که چطوریه. نه من سوال ندارم، بچه ها اگه سوال دارم. مرسی. خواهش می‌کنم. یه آپدیتی بده ببینیم بچه ها چی میگن. بچه ها نظری ندارن، سوالی هم ندارن مثل که. آره من تمومم تا اینجای کار. دستت درد نکنه. مرسی. ارادت. اینا رو هم چیز میکنم، هم چی میگن، کامیت میکنم میذاری میذارم روی رو گیتار؟ آره آها. پس تو گیتار میذارم که کانالم بزن. آره دستت درد نکنه. مرسی. پس گذاشتی لینکشو به منم بده. آره حتما. دستت درد نکنه. ارادت. خسته مرسی، شما نباشین خسته میلاد. تشکر. بچه ها مرسی مرسی. اومدین. من قرار بود که واسه این جلسه دو تا چیز باشه، ببخشید دو تا مسئله بیارم، دیدم که مسئله اول یکم ریزه‌کاری داره واسه اپتیمایز کردن و تستایی که بعضی موقع آره. فیل میشه، دیدم که قراره یکم وقت کم بیاریم، به ساعت واسه این آره کار. همون در حد 1 ساعت 45 دقیقه اینا باشه بهتره که بچه ها خسته هم نشن. لطف کردی. متشکرم بچه ها. مرسی. مرسی. خسته شب همگی نباشین. بخیر. خدافظ. مرسی، خدا مرسی نگهدار. خدافظ.